علیه السلام اکتفا میکنه. خب البته حقا همینه، چون اون عظمت، اون شجاعت، اون قمرالمنیری ابوالفضل العباس دیگه شاید یه مقداری بیشتر جلب توجه کرده و از بقیه برادران یه مقداری به اصطلاح کمتر توجه میشه. من امشب انشاءالله اگر زنده باشم میخوام از این سه شهید بسیار با عظمت کربلا، یعنی برادران حضرت ابوالفضل علیه السلام و از خود حضرت ابوالفضل چند نکته عرض کنم و روزه بخوانم، چون شب حضرت ابوالفضل، لذا لازمه که انشاءالله بیشتر آشنا بشیم و معرفت افزایی باشه. اولا که خب یه بررسی کنیم که فرزندان امیرالمومنین چند تا بودن، حضرت چند تا فرزند داشتن. برخی مثل شیخ مفید 12 فرزند پسر برای امیرالمومنین بیان میکنن. مسعودی صاحب کتاب تاریخش و همچنین طبری در تاریخ 14 فرزند پسر برای امیرالمومنین نام میبرن. بعد از این 12 یا 14 تا 4 نفرشون فرزندان حضرت ام البنین، یعنی مادرشون حضرت ام البنین سلام الله علیها هستن. خب بعضی هم گفتن که 5 تا فرزند پسر داشتن، ولی ما فعلا همون 4 تا که مسلم هست رو عرض ادب میکنیم. خب بعد از شهادت حضرت زهرا، امیرالمومنین به برادرشون جناب عقیل که نسب شناس بود و تخصص داشت تو این جهت، فرمودن از قبیله شجاع همسری شجاع برای من انتخاب کن، میخوام فرزندان شجاع بیاورد که این فرزندان ذخیرة الحسین باشن. جناب عقیل هم رفت قبیله بنی کنان و این بانوی با عظمت رو خواستگاری کرد. عجیبه که وقتی ایشون آمد خواستگاری، در حضرت ام البنین گفت که واسطه خیلی با عظمته، اما طرف و برای چی کسی آمدی خواستگاری؟ گفت که آقا جان طرف از من خیلی بزرگتر و عظمت‌تر. گفت که گفت برادرم امیرالمومنین. ادب رو ببینید، ادب رو ببینید. پدر بزرگوار حضرت ام البنین نشست رو زمین شروع کرد گریه کردن. گفت ما کجا و امیرالمومنین کجا؟ مگر من دخترم لیاقت دارد که همسر امیرالمومنین بشم؟ گفت من دخترم رو به عنوان همسر به عقد برادر شما در نمیارم. گفت چرا؟ گفت تنها شرطی که من راضی میشم دخترم رو شما به عنوان همسری ببرید این که دخترم رو به عنوان کنیز قبول کنید و من افتخار میکنم که دخترم کنیز خانه امیرالمومنین باشه. ادب تو خانواده. حالا بعد که بیبی ام البنین هم اومدن، اون مفصله، یه وقتی اومد رسید به مدینه کوچه بنی هاشم، فرمود مرکب رو نگه داره، پیاده شد. با پای پیاده گفتن بیبی جان شما عروس خانه امیرالمومنین. گفت من به عنوان خانم و بزرگ خونه نمیرم، به عنوان کنیز دارم میرم. در به خانم رسید. حالا اینا بعضیا میگن آقا نقل این چنینی نیست، ولی از ادب اینجوری برمیاد به عنوان حالا نقل حال بگیم و به عنوان خب اون چیزی که از ادب بیبی میواره میتونیم شاید برداشت کنیم و عرض کنیم که بیبی وقتی رسیدن در خونه فرمودن بگید خانمم زینب بیار. زینب اومدن در بیبی جان اجازه بدی کنیز شما وارد بشه. وقتی اومد فرمود من اومدم اینجا کنیز فرزندان فاطمه باشم. و وقتی هم که فرزندانی به دنیا آورد، رأسشون قمر العشیره، بعد اون فرزندان دیگر اینا خودشونو غلام ابی عبدالله و اهل بیت میدونست. مادرم گفته غلام اومد باشه. این ادب از مادر و از جد بسیار مؤثر بود و سرایت کرد به وجود نازنین قمر بنیش. جد مادری حضرت ابوالفضل عامر ابن مالک بسیار شجاع بودند. در جنگ‌ها داری که ملایم الاسنه بود، یعنی وقتی می‌جنگید با دشمن اینقدر شجاعت داشت، با شمشیر فقط بازی می‌کرد. خب این شتروند جنگیه. وقتی تو جنگ کسی شجاعت داری با شمشیر رو برد میره بالا میچرخونه میگیره و این خودش یک رفعشتی در دل دشمن است. بازی میکرد میزد میکشت و اینقدر شجاع ملایم الاسنه، کسی حریف این بزرگوار نبود. اینقدر عموی حضرت ام البنین سلام الله علیها جناب لبید همون شاعر معروفه که گاه پیغمبر اشعار ایشون رو میخوندن، یعنی اینقدر اینا موحد بودن و بسیار عظمت
که یکی از شعرهایشون اینه که الا کل شیء ما خلا الله باطل. آی مردم بدونید هر چیزی غیر از خدا باطل است و بیهوده. و کل نعیم لا محاله زائل. هر نعمتی هم که خدا به ما داده یه روزی میگیره خلاصه. از دل نبندم. چقدر اشعار پرمغز. برادران مادری از حضرت ابوالفضل علیه السلام وقتی امیرالمومنین به شهادت رسیدند، این بچه‌ها کوچک بودن. حالا برادران حضرت ابوالفضل یکیشون 2 سال، یکیشون 4 سال، یکی هم 7 ساله که همه در کربلا به شهادت رسیدن. وجود مقدس قمر بنی هاشم موقع شهادت پدر بزرگوارشون خدمت شما عرضم که حدود بین 13 تا 17 سال گفته شدن که در واقع موقع شهادت امیرالمومنین علیه السلام سن شریفشون بود. یعنی بزرگترین فرزند امام المؤمنین حضرت ابوالفضل علیه السلام بودن که حدود خدمت شما عرض بین 13 تا 17 سال گفته شده. سال 40 که امیرالمومنین به شهادت رسیدن، سال 60 که حضرت در کربلا حضرت ابوالفضل به شهادت رسیدن. در کربلا هم سن شریف حضرت ابوالفضل علیه السلام 36 تا 37 سال گفته شده. خب طبعا عرضم بزرگ شما که برگردیم به سال 40 20 یا 21 سال میشه، یعنی حدود اشون بین 15 تا 16 سال سن شریف حضرت ابوالفضل موقع شهادت امیرالمومنین. روز عاشورا حضرت ابوالفضل علیه السلام برادرانشون رو طلبیدن و فرمودن که یا بنی امی، آی فرزندان مادرم، تقدموا حتی اراکم ان نصحتم لله و لرسوله. برید جانتون رو فدای ابی عبدالله کنید که ببینم شما در راه خدا و در راه خیرخواهی امام زمان چجوری جان فشانی میکنید. هر 3 برادر قبل از ابوالفضل عباس علیه السلام به شهادت رسید. اولین برادر و اولین فرزندشون عبدالله ابن علی علیه السلام، اولین فرزندی که کربلا به شهادت رسیدن. کنیه بزرگوار ابو محمد شخصیت بسیار با عظمتی است که امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه وقتی سلام میدن میفرمایند السلام علی عبد. داشتن تو اسم فرزندشون هم مثلا عثمان گذاشتن، اما حکمتش رو ببینیم. داره که امیرالمومنین رو علاقه‌ای که به برادرشون عثمان ابن مظعون داشتن، نام این پسر فرزندشون رو به خاطر اون علاقه‌ای که به برادرشون عثمان ابن مظعون داشتن اسم فرزند عثمان گذاشتن که در زیارت ناحیه هم امام زمان می‌فرماید السلام علی عثمان ابن امیرالمؤمنین، سمیع عثمان ابن مظعون، کسی که هم نام عثمان ابن مظعون بود و حضرت به خاطر علاقه‌ای که به برادرشون عثمان ابن مظعون داشتن اسم فرزندشون عثمان گذاشتن. بعد می‌فرماید لعن الله رامیه بالسهم، خدا لعنت کنه کسی که ایشون رو با تیر به شهادت رسون. خولی ابن یزید اصبهی، از قاتل این فرزند امیرالمومنین خولی ملعون هستش. ایشون در کربلا 23 سال بودن. پس ایشون فرزند در واقع ما قبل در واقع سوم میشن از در واقع عثمان بن امیرالمومنین، عبدالله و قمر بنی هاشم، میشه در واقع فرزند سوم حضرت ام المؤمنین سلام الله علیها. یه اشاره کنم به شخصیت عثمان بن مظعون که چه شخصیتی بوده و این خلاصه چه مقامی داشته که امیرالمومنین به خاطر این علاقه اسم فرزندشون رو عثمان بن امیرالمومنین گذاشتن. داره که ایشون قبل از دعوت عمومی پیغمبر مسلمان شد. پس کسی است که قبل از اینکه پیغمبر عمومی دعوت کنند مسلمان شده. 14مین نفری است که به اسلام مسلمان مشرف شد. 2 مرتبه به حبشه هجرت کرده است. در دوران جاهلیت به هیچ وجه لب به شراب و حرام و نجاست به حرام نزده است. در جنگ‌ها حاضر بوده در رکاب پیغمبر. در سال دوم هجری در مدینه از دنیا می رود. وقتی از دنیا رفت پیغمبر به منزل ایشون رفتن و فرمودن ای عثمان، ای ابا صاحب، کنیه‌شون ابا صاحبه، فرمودن خدا تو را رحمت کند. بعد داره که ازت خم شدن و بوسیدن جناب عثمان بن مظعون، یعنی حاکی عظمتی که پیغمبر جنازه شو بوسیدن. این خیلی مهمه. بعد موقع تشییع جنازه پیغمبر بسیار گریه میکردن بر این بزرگوار، بر اون نماز خوندن و در بقیع دفن کردن بزرگوار رو. و بعدم در وقتی که ابراهیم فرزند پیغمبر دنیا رفت
حضرت بدن ابراهیم در بقیع دفن کردند و فرمودند ما تو رو به برادرم عثمان بن مظعون ملحق میکنی. خیلی عجیبه. اولا ما ابراهیم رو به سلف صالح ما عثمان بن مظعون ملحق میکنیم. بعد داره که امیرالمومنین هم به این بزرگوار فرمودن تو برادر من هستی. و اینکه در نهج البلاغه داره که حضرت در این خطبه میفرمایند ان لی اخ فی الله، من یه برادر الهی داشتم. بعضی میگن اون برادری که حضرت بسیار از او یاد میکردن همین جناب عثمان بن مظعون هست. پس اگر امیرالمومنین اسم فرزندشون عثمان گذاشتن به خاطر علاقه و محبتی که به برادرشون عثمان بن مظعون داشتن. این یک. ثانیاً اما اسم و حرف مخلوق خداست. اسم و حرف به خودی خودش که خلاصه گناهی نداره و این اسمی که حضرت گذاشتن هیچ ربطی به خلاصه به خلفای ثلاثه نداره و عرض شو که عرض کردم طبق روایات به این علته. این در واقع عرض شد که دومین فرزند ام المؤمنین سلام. سومین فرزند حضرت جعفر بن علی علیه السلام. سومین فرزند حضرت ام المؤمنین. پس اولینشون عبدالله، دومینشون عثمان، سومینشون جعفر بن علی بن ابی طالب که باز این فرزند و حضرت اسمشون جعفر گذاشتن. به چه خاطر؟ به خاطر علاقه‌ای که به برادرشون جعفر طیار داشتن. چقدر عظمت داره ما جعفر طیار که وقتی از حبشه اومد پیغمبر فرمودن بیا برادرم، بیا جعفر جان، خدا برای تو هدیه نازل کرده است. بعد نماز جعفر رو پیغمبر به ایشون هدیه کردن که سکه به نام ایشون خورده، نماز جعفر طیار که بسیار عظمت هم داره، فضیلت بسیار عجیبی داره. ان شاءالله توفیق پیدا بشه لااقل روزهای جمعه قبل از اذان ظهر بخونیم به نیت هر حاجتی که دارم، رأس حوایجم فرج امام زمان. در زیارت ناحیه مقدسه میگیم السلام علی جعفر بن امیر المؤمنین الصابر المستسلم نفسه للقتال المکسور بالرجال. سلام برای آقایی که خلاصه خیلی صبور بود و به میدان جنگ برفت ولی محاصره کردن این بزرگوار رو و در نهایت به شهادت رسوندن. سن ایشون در کربلا 21 سال بوده. پس فرزندان حضرت ام المؤمنین در کربلا سنشون 21 سال، 23 سال، 25 سال و 36 سال که حضرت ابوالفضل علیه السلام بوده.